پلیرای گلم، داداشام، رفیقام، خواهرام، به قسمت دوم این پکیج خوش اومدین. میخوام راجع به یه سری موضوع صحبت کنم که ناکن تیترش هم نوشتم راهکارهایی که کمتر کسی اجرا میکنه. خیلی خفنه، خیلی بابتش نشستیم فکر کردیم، چقدر تحقیق کردیم رسیدیم به این موردا. دونه دونه‌اش اگه موهای تنتو سیخ نکرد. گوش کن. اولین مورد، وحید شمسایی باش. پیش خود میگی وحید شمسایی باش یعنی آقای گل فوتسال شم؟ نه، میگم یعنی چی. دومین مورد، از مربیت بخوا که چی تو زمین ازت میخواد. هیچکی نمیپرسه، تو بپرس. بهت میگم چجوری بپرس و اینم دونه دونه باز میکنیم راجعش صحبت میکنیم. سومین مورد، سختیش رو دوست داشته باش. اینم بهت میگم این بی‌نظیره. بریم سراغ وحید شمسایی باش. آقا وحید گل دوست داشتنی، اصلا بی‌نظیره این آدم. میگم چرا. آقا نها کن، یه روز آقای ابطحی اومده بود دفتر. سدنیتی ابطحی، فکر کنم اسمشون آقای سدنیتی ابطحی، بی‌نظیرن. سنشون الان یه ذره رفته بالا. قدیمی‌ها بیشتر میشناسنشون، فوتسالیست بودن. اون موقع یه پا دو پا می‌زدن، اون موقع پاوز می‌کردنش که پاهاشون رو نمی‌دید. فوق‌العاده بی‌نظیر. اومده بودن دفتر، داشتیم گپ می‌زدیم با هم دیگه. عکسمون هم الان دارید رو تصویر می‌بینید. گفتم که آقای ابطحی، من بهشون میگم استاد. گفتم استاد به نظر شما، اون موقع تازه آقای وحید شمسایی سرمربی تیم ملی فوتسال شده بود. گفتم که چون من به خاطر اینکه این پکیج رو می‌خواستم بسازم، از هر کی میومد شرکت دفتر پلیر گرام یه سوالی سعی می‌کنم ازش بپرسم که شاید به کار شما بیاد. ازشون پرسیدم برای چی آقای وحید شمسایی اینقدر به موفقیت رسید، هنوزم ول نمی‌کنه، یعنی تو هر داستانی میره موفق میشه. گفت ببین وحید 5 تا خصوصیت داره که شاید خیلیا 2-3 تاشو داشته باشن، ولی یه دونه از خصوصیتاش برجسته است که هیچ کس نداره یا کمتر کسی داره، به خاطر همونه موفق میشه. الان دونه دونه بهتون میگم. ببین اولین مورد ادبه. خب ادبو که دیگه همه میدونن. شما آقا وحید دیدی تلویزیون دعوت میشه، اصلا واسش فرق نداره کوچیک باشه بزرگ باشه، همیشه ادبه رو دارن. شاید پیش خود بگی آقا منم مؤدبم، پس اولین گزینه رو داری اگه واقعا مؤدبی. اونو دیگه خودت میتونید حدس بزنی واقعا ادب داری، ادب فوتبالی داری یا نداری. دومین مورد پشت کاره، استمرار، تلاش، ول نمیکنه. تا 40 و اندی سالگی داشتن بازی میکردن، پشت کار زیاد، اصلا تو کتشون نشد نداره دیگه. آقا باید بشه، انقدر تلاش میکنم که بشه. سومین مورد، تمرین زیاد. اگر همه 1.5 ساعت تو روز تمرین میکنن، حالا تو فوتسال تو فوتبال، آقا وحید جدام تمرین میکنه. بعد تمرین، قبل تمرین، اونم بهتون میگم که چه تمرینایی رو باید قبل تمرین و بعد تمرین انجام بدید. افکار مثبت. افکار مثبت. ببین مثلا آقا وحید یا خیلی هم شاید اینجوری باشن، فقط دیدگاهشون مثبته. یعنی اگر اتفاق بدی هم میفته، حالا چه تو فوتبالشون، چه تو فوتسالشون، چه تو مربیگریشون، چه تو زندگیشون، فقط جنبه مثبت داستان رو ببینن. حالا من نمیگم فقط مثبت اندیش باشه، یعنی اگر اتفاق میفته فقط مثبتش رو ببین، ولی خیلی راحت زندگی میکنی اگر بخوای فقط مثبتش رو ببینی. اگه بگم خودم اینجوری هم دروغ گفتم، سعی میکنم اینجوری باشم. نمیخوام قوپی بیام میگم من خودم مثبت اندیشم، نه، ولی سعی میکنم مثبت داستان رو ببینم که راحت تر کنار بیام با داستان. پنجمین مورد، از همه مهمتره، اصلا بگم شاید باورت نشه. پنجمین مورد به نظرت چیه؟ رو تصویر افتاد؟ نه. به نظر پنجمین مورد چیه؟ الان من پنجمین مورد رو بهت میگم. پنجمین مورد خونگرم بودنه. میدونی یعنی چی؟ آقا وحید هر کسی رو که میبینه، چه تویی که مثلا راننده اسنپی یه لحظه اومدی یه جنسی رو به آقا وحید بدی یا سوارشون کردی ببرشون تا جایی، چه سرمربیشون باشی، هر کسی میخوای باشی، اینقدر باهاتون اخ میشه، خونگرم، انگار 30 ساله میشناسیدش یا انگار 30 ساله میشناستتون. میدونی این خصوصیت چه جاهایی به کار میاد؟ مثلا تو رفتی یه جا تست بدی واسه یه تیمی، حالا اسم مربی رو متوجه شدی، اسم بچه‌ها رو، وقتی تو خونگرم باشی ناخودآگاه تو دلشون جا میشی. سلام علی جان خوبی، سلام حسین جان خوبی، مخلصم، چاکرم، سلام شهران جان عزیزی، مخلصم. ببین رفاقت زیاد از همون روز اول، یعنی نه چاپلوس بودن ها، خونگرم باشی. آخه ما یه رفیق داشتیم فوتبال بازی می‌کرد اون موقع رفیق نزدیکمون هم الان هست. اون موقع میومد سر تمرین، ببین یه مدیر آکادمی هم داشتیم، بهش اینجوری می‌کرد، میگفتش که خواهش می‌کنم تو صبح به صبح برو کلانتری سر کوچه‌تون از خودت شکایت کن، بعد بیا اینجا. همش قر میزد، همش اینجوری بود، میومد سر تمرین همش اونجوری. الان رفیقمون اونجا نشسته میشناسه، همیشه اینجوری عبوس اخمو. خب تو اصلا میتونی تمرین کنی، با کسی میتونی رفیق شی، ولی خونگرم باش، همه جا به کارت میری. تو بانک سلام داداش مخلصم، حالا تو فکر کن تو بانک آقا کی نوبت ما میشه. خب مطمئن باش من اگه پشت باجه باشم اول کار اینو راه میندازم که حداقل بعد این همه ساعت کاری یه لطافتی به خرج داده، من میبینمش انرژی میگیرم.
این نکته راجع به همین بگم، من یه چیزی از بادی لنگویج شنیده بودم، خیلی جذابه، خودم هر موقع تست میکنم نتیجه میگیرم. وقتی وارد یه جمعی میشی، وقتی مربی رو میبینی، بازیکنی رو میبینی، هر جا، خانواده، با خنده نیشت تا اینجا باز نباشه، میخوای بری تو. شاید پیش خودت بگی خوبه که اینجوری نیشم باز بشه، نه. میدونی کی باید نیشت باز بشه، میدونی کی باید خنده بیاد رو لبت؟ وقتی که وارد شدی، یه نگاه میکنی، سلام میکنی، یه لبخند، ناخودآگاه لبخند میاد رو صورت طرف. ولی وقتی با نیش باز بری، میگن ناکن یارو شیته اومد، میگن ناکن این اصلا معلومه چی زده بلند شده اومد. ولی وقتی جنتلمن میری تو، بعد یهو لبخند میزنی، ناخودآگاه لبخند میشینه رو لب بیننده یا کسی که داری باهاش صحبت میکنی و معاشرت میکنی. پس این خونگرم بودن مهمترین ویژگی آقای شمسایی بود. اینو کی میگه؟ اینو آقای ابطحی میگه که سالیان سال مربی آقا وحید بود. میگه همیشه با بچه کوچیک، با بچه بزرگ، با همه رفتار، با همه خوب مخلصم، چاکرم. من خودم بعد از اینکه سرمربی فوتسال شدن، فوتسال والیبال، بعد از اینکه سرمربی فوتسال شدن، داشتم صحبتاشون رو تو رادیو گوش میدادم. همون شب سرمربی فوتسال شده بودن. یه گزارشگری بودن که زیاد معروف نبودن. ساعت 11 شب داشتن ازشون مصاحبه میگرفتن که آقا وحید مثلا نظرت چیه سرمربی فوتسال شدیم؟ اولا اگه من بودم گفتم ول کن بابا، بیام رادیو رو جواب بدم. الان این همه شبکه‌های تلویزیونی، این همه ورزشگری اون از من مصاحبه گرفتن، حالا بیام اینم جواب بدم. اومد رو خط 20 دقیقه صحبت کرد آقا وحید بدون اینکه بگه وای من کار دارم، وای من عجله دارم. گفت من از الان که سرمربی فوتسال شدم، از یعنی صبح تا حالا نزدیک 600 تا از رفیقای گلم یا خبرگزاری‌ها این ور اون ور همه زنگ زدن بهم تبریک گفتم، من جواب همه رو دادم، از همه خواستم که کمکم کنن. خیلی باید با لول باشی، خیلی باید سرد و گرم زندگی رو چشیده باشی، انقدر خاکی باشی. ها ببین انقدر قشنگ با گزارشگر صحبت میکرد. گزارشگر یه آدم جوون، از صداش مشخص بود، من تا حالا صداشون رو نشنیده بودم، ولی مثلا به گزارشگر میگفتش که آقای مثلا کشاورز شما باید کمک کنید به ما، من کوچیکم تو این فوتسال، شما کمک کن ما رو، حالا با همون رسانه‌ای که داری هوای ما رو داشته باشید، ما بتونیم جوونا رو بیاریم، جوونگرایی کنیم تا به یه جایی ان شاءالله برسیم. هر کی بود میگفت با من باید با میثاقیان مصاحبه کنم، باید با میثاقیان با عادل فردوسی پور باید گزارش از من بگیره صحبت کنم. چرا اینایی که نمیشناسن خونگرم بودن رو میخوام بهتون میگم، همون یه جایی به کارش نیومد. خب دومین مورد، از مربی بپرس چی ازت میخواد. ببین خیلی از رفقایی که فوتبال بازی میکنن اصلا کاری ندارن مربی دنبال چی میگرده، دنبال اینن خودشون اون کاره که تو فیلم دیدن رو انجام بدن یا اون حرکته که تو ذهنشون بود و تو زمین انجام بدن. اصلا کاری ندارن با مربی شاید از تو بخواد فقط تگ ضرب پاس یا این حرکت اون حرکت. حالا الان دونه دونه گزینه‌هاشو بهتون میگم. ببین چه حسنایی داره وقتی از مربی بخوای یا بپرسی، بگی آقا الان تو این بازی، الان تو این تست، الان تو این تمرین هدفمون چیه؟ چی از ما میخوای؟ ببین مربی اون موقع به چه چیزایی فکر میکنه. یک، به بالغ شدنت، ببخشید من با این فونتی نوشتم شاید زیاد معلوم نشه ولی رو تصویر براتون میندازم، به بالغ شدنت فکر میکنه. میگه چقدر این بازیکن کاری ندارم، 9 سالشه، 17 سالشه، 25 سالشه، چقدر بالغ شده که از من همچین سوالی میپرسه. ببین دیگه چه حسنی داره، خیالش راحت میشه. میگه خب یه نفر هست تو زمین که حداقل میدونه من چی میخوام، حتی اگه تو کاپیتانم نباشی یا اصلا تو یه پست دیگه، اصلا تو رو نیمکت باشی، بپرسی چی میخواید از بچهای تیم، از ما چی میخواید، خیالش راحت میشه. میگه یه نفر دیگه حداقل از بین 11 نفر که بازی میکنن یا بین 18 نفری که هستن تو ترکیب تفکرات منو فهمیده. خب این خیلی بهش انرژی میده. سومین مورد، وظیفه‌های تیمی. چیکار میکنه؟ سعی میکنه به تویی که فهمیدی چی میخواد وظیفه‌های تیمو به تو بسپاره. کم کم میشی کاپیتان تیم دیگه. خب میگه خب مثلا مسعود من از شما میخوام این بازی فقط تگ ضرب پاس. تو میگی اوکی متوجه شدم. بازی بعدی میاد وظیفه تیمو به خودت میگه، حتی اگه تو نپرسی ولی تو همیشه بپرس. میاد میگه مسعود کنار تگ ضرب پاس مثلا این بازی میخوایم آقا پاس بلند تو درم یهو بندازیم. میگه خب بعد پیش خودش خیالش هم که راحته، میگه یه نفر هست تو زمین حداقل حرفای منو متوجه شده. و چهارمین مورد، احتمال فیکس شدنت میاد اینجا. یعنی تو اگه بازیکن فیکس هم نباشی داری میری تو زمین اینو بپرسی، یا اینکه اگر سکونشین باشی تو تمرین بخوای اینا رو بپرسی، احتمال فیکس شدنت زیاد میشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه افکار مربی با افکار تو یکی میشه. مربی میگه ای این همونیه که من میخواستم. خب سومین موردی که راجعش صحبت کردم خیلی دوست دارم اینو، سختیش رو دوست داشته باش. چقدر قشنگ. میدونی چه سختی رو میگم؟ الان دونه دونه بهت میگم.
ببین همه دوست دارن بهترین بازیکن دنیا باشن، همه دوست دارن لژیونر ایرانی باشن، همه دوست دارن قشنگترین گل رو بزنن، قشنگترین پاس رو بدن، قشنگترین سیو رو کنن، بهترین پنالتی رو بگیرن. همه اینا رو دوست دارن دیگه. ولی همه اون چیزایی که من دارم میگم رو دوست ندارن که. فقط یه عده دوست دارن که الان دارن تو اون سطح بالا بازی میکنن. چیو مثلا تو اون دور آخر سرعت 100% که داری دور زمین میری، تو اون دور آخر رو دوست داشته باش که همه فرار میکنن. تو اون ست آخر شنا رفتن رو دوست داشته باش که همه میپیچونن، میگه آی من که 3 ست رفتم، این 4مین ست دیگه بازوی بالا نه. تو اون رو دوست داشته باش. به قرآن اون پیشرفتته، همون پیشرفتته. تو اون 20 تا دونه آخر شکمی که دیگه باز نمیشه، دیگه بالا نمیاد، شکمت گرفته، تو اونو دوست داشته باش. اگر سعی کنی این سختی‌ها رو دوست داشته باشی، واسط راحت‌تر میشه داستان. تو اون 10 دقیقه آخر کلاسی که حوصله سربر شده، حالا چه فوتبال تئوری استاد داره صحبت میکنه، چه سر کلاس درسی، تو اون 10 دقیقه آخری که همه دنبال پیچوندنن، هیچی رو نمیشنون، رو دوست داشته باش. قشنگ بشین با حوصله، باید تمرین کنی یا سخته، گوش کن ببین چی میگه، وقت تو که از سر راه نیبردی. اگر تو کلاسی، اگر کلاس درسی تئوری همین آموزش رو داری میبینی، حداقل بابت وقتی که گذاشتی، پولی که هزینه کردی، یه احترامی بذار به این حرکتی که کردی، با دقت گوش کن، واسه خودت بنویس، واسه خودت انجام بده، برنامه‌ریزی کن بابتش. بابا هزینه کردی، وقت اصلا هزینهش به کنار، میگی آقا شاید حالا سری درش بیارم، وقت تو که از سر راه نیبردی، نمیدونیم ما تا کی قرار زندگی کنیم که. پس از همون لحظه سعی کن استفاده کنی. تو اون 100 تا تناب آخری که فشار میاد به همه دیگه، این پای کنده نمیشه رو زمین، تو اون 100 تا دونه آخر رو دوست داشته باش. دوست داشته باش. قرار بود اینا رو دوست داشته باشه، آخرش رو نگم، آخرش هم دوست داشته باش، ولی نمیدونم چرا گفتم. ولی این سختی‌ها رو دوست داشته باش، خیلی کمکت میکنه ها. خیلی. اینو من نمیگم، اینو روانشناس دکتر بهزاد چاوشی میگه، من خیلی سال دنبالشون میکنم. میگه اومدن تحقیق کردن، آدمای موفق کسایی بودن که سعی کردن این چیزا رو دوست داشته باشن، ازش فرار نکنن. ازش فرار کنی دوست نداری بری سر تمرین، میگی ای بابا دوباره باید برم، امروز بدنسازی داریم، کلی دور زمین و تپه داوودی و اینو اونو داریم. ولی تو با اینکه سخته، سعی کن باش عجیم شی، سعی کن دوستش داشته باشی، راحت‌تر انجام میدی و اون موقع برای سر تمرین رفتن دیگه مشکلی نداری. بگی وای ما یه رفیق داشتیم توی شرکتی کار میکرد، خب حالا به خاطر پولش تو اون شرکت کار میکرد. صبح به صبح که میخواست بره سر کار، از خواب بلند میشد، میگفت من شروع میکنم فحش دادن به کارمند شرکت تا مدیره. شروع میکرد فحشای کش دارم همه رو پشت سرم. چرا؟ چون 6 صبح 7 صبح خواب بلند شد، درسته؟ آره 6 صبح 7 صبح اینجا نشسته، از خواب بلند میشد میگفتش که وای کی میره الان این همه راهو تا اونجا، بعد اون فلانی میخواد اون کارو کنه. سخت بود واسش. فکر کنم 1-2 ماه بیشتر اونجا دوام نیاورد، بعدش اومد بیرون. خب دوست نداشت کار رو، ولی تو که فوتبال رو دوست داری، پس سختیش هم دوست داشت. اون اگه پول رو دوست داشت، اون سختیه رو باید به هر حال که باید انجام میداد. پس شل کن، حداقل لذت ببر. اوکی. خب بچه‌ها الان راجع به استعداد داری یا نداری و اینا میریم توی قسمت سوم راجع بهش صحبت می‌کنیم. شما می استراحت کنید تا بریم قسمت سوم.